خوش اومدید به این ویدیو. شما هم اگه مثلا من یه خونه ای دارید که نمیدونید چجوری روشنش کنید، نیاز دارید فقط به این وسایل و میریم داخل خونمون. اول بعد سقفمون رو پر از این چراغا کنیم. حالا شما هر مدلی که هر تحلیل دوست داشتید میتونید بذارید. بعدش میایم پشت خونمون رو، شیشه ها رو اینطوری میذاریم. حالا روی شیشه ها ردسون میذاریم. ردسون ها رو میاریم تا بالا. حالا اینجا دو تا از اینا میذاریم و تا آخر میاریمشون. حالا ردسون رو میاریم و میاریمش اینجا و روی همه این چراغ ها میذاریمشون. حواستون باشه همه چراغ ها باید روشون ردسون باشه. همه چراغ ها روشون ردسون گذاشتیم. حالا میایم توی خونمون و اینجا رو از این کلیدا میذاریم و روشنش میکنیم و خونمون روشن میشه. اگه دوست داشتی لایک و ساب فراموش نشه. خدا نگهدار.